تیرماس بریم ببینیم که سه تا کارت کمبو ما کدوم کارت هستن تا 5 میلیون سکر امروز دریافت کنیم. بچه‌ها این کارت 24 ساعت مهلت داره، یعنی تا فردا جمعه 22 تیر ساعت 3:30 است. بچه‌ها من دو تا از کارت‌ها رو قبلا انتخاب کردم و فقط مونده سومین کارت، اما بهتون نشون میدم. خب یکی از کارت‌ها بچه‌ها از قسمت اکسچنج وارد دیلی کمبو میشیم. یکی از کارت‌ها که من قبلا انتخاب کردم تو قسمت وب تیری، کارتی که جدید اومده به نام وستین اسمارت کانترکتس. این کارت است که من قبلا این کارت رو انتخاب کردم. کارت بعدی که قبلا من انتخاب کردم تو بچه‌ها دو قسمت اسپشیالز هستش به نام گلد باتن. این کارت هم من قبلا انتخاب کردم، الان بهتون نشون میدم که کدوم کارت هستش که شما هم بتونید این کارت رو انتخاب کنید. بچه‌ها این کارت یوتیوب گلد باتن، این هم من قبلا انتخاب کردم. اما کارت سوم ما که من هنوز انتخابش نکردم تو قسمت پیارن تیم. بچه‌ها اینجا میرم و کارت سومم انتخاب میکنم. این کارت از کوین تلگراف. این کارت هم بچه‌ها انتخاب میکنم تا سه تا کارت هم انتخاب کرده باشم و 5 میلیون سکر رو دریافت کنم. بله، تیک د پرایز رو میزنم و 5 میلیون سکر رو دریافت میکنم. در انتها دوستان لطفا اگه واسهتون امکان داره لطفا کانال منو سابسکرایب کنید و این ویدیو هم لایک کنید و تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدار و امیدوارم که روز تعطیل و جمعه خوبی داشته باشید.